السلام علیکم دوستان عزیز. پیش از اونی که به همین تبلیغ خواب جواب بدهم از همگی خواهش میکنم که به همین ویدیو لایک بذارید تا اینکه پهن شود و دیگران نیز تماشا بکنند. و سحر و جادو در خواب تجسمگری آن است که نفری میخواهد با راه فریب و نیرنگ زن و شوهری را از همدیگر جدا کند و باز همزمان جادوگری سحر و جادو در خواب با شخصانی هستند که میان آدمان دشمنی، جنگ و دعواها به راه می اندازند. با پیدا کردن سحر و جادو در آن از آن گواهی میدهد که انشاءالله خداوند خودش مشکلی شما را رفع کرده است. دوستان، اگر شما از سحر و جادو شبهه داشته باشید، در بدن خویش سوره اخلاص، سوره فلق و ناس را خوانده صوف کنید، انشاءالله که به شما هیچ ضرر و زیانی از سحر و جادو نمیرسد.